دیرین در دوران دیرین خواستگاری رونق فراوانی داشت. مرا به غلام میپذیری؟ شغلت چیست؟ ادب و هنر و فرهنگ. دهانت را بگشای. این چه برخوردی؟ آدم فرهنگی هنری رو رد کردی؟ تو بیا برو ببینیم تو چی کاره ای؟ مرا به غلامی پذیری؟ شغل تو چیست؟ تولید کننده داخلی و کارآفرین نمونه. گریبان گشای. زود است که دوشیزه محترم تولید کننده داخلیه. ای جان الان باید فکر این کار رو باشی. برو دیگه حالا. مرا به غلامی پذیری؟ شغل تو چیست؟ عاشقی. نوچ. بیا سنگ رو یخت کن. آخه سر پیری و معرکه گیری بی سواد به اون فرهیختگان نگفته. تو کجا میری؟ مرا به غلامی پذیر. شغلت چیست؟ بابایم گردن کلفت و پولدار است. آری. عجب دورانی بوده. خوب شد الان اینجوری نیست.